خیلی خوش اومد به این ویدیو. آقا امروز اومدیم با هم دیگه بریم پسرخوانده بازی کنیم. بازی که بین ایرانیا خیلی باحال بود آجی. من خودم خیلی ذوق دارم بعد از مدت ها اومدم بازی کنم. خیلی من آخرین باری که بازی کردم چون 2-3 ماه پیش بود. آره آقا میخوایم برای اول شروع چالش کلاسیک انتخاب شانزی من خودم عاشق انتخاب میکنم. آقا برو بریم سراغ بازی. ببینیم کیا رو بهمون میده. یکی رو انتخاب کنم من. عمه یا تاکایا؟ عمه خشمش بهتره. نه تاکایا رو. تاکایا بهتره. خلیجی مثل بازی رو زده مهدی کرقب کن. نه مهدی کرد یعنی بدترین چیز بدترین چیز شد تیمی که تا حالا داریم. پیکرم به فدایتان میزنیم. پیکرم به فدایتان میزنیم. بزن داغونش کن و میریم با تاکایا میزنیم. اجدرشون رو میزنیم. اجدر آقا رو میزنیم. خلیل مواظب. خلیل مواظبته. اینجا خلو تاکایا نه کاتانا. تاکایا چه داداشمون امیر آی آخ زامبولی رو بلند کرد. یه خلیل آقا بزنید. نه هر بار شد. میشه آقا چه بغل آقای محمد علی. محمد علی بی ارزش بی ارزش تر تاکایه جونش که واسه این نه نه آه زاغم زاغم همه مرده. نه آقا آج خانم جرات داری بزن. برو یالا اینو برو. نه نگو وای دهنت سرویس. یه دیگه هم ول بده بکش یکم ببریم. خلیل آقا بد چقدره. نه نمیبریم. خلیل آقا اصلا هم چاره نیست. بمیر بودی پشمام. برگام برگام بودیم. خب شکستن خوردیم. یه جایزه فعلی میگیریم. میسن چارسو بهتره. ده داداشم بابا جان عشق من حشمتو نبیجم سر بزی میجم سر بزنی. داداشمون که برمیداره آقای امیر رضا. برده خب بکش دیگه جونت در بیاد. یو اول پس
یا خداوند متعال. خب اول ما شربت میزنیم برای بابا جانو، بعدش لا نتكلم. به خودت احتیاط میر بعد قواره اونو میذاریم میکردیم. واه وایسا یه چیزی بزنم کور کمه بریزه. اوکی رهزنری بچه بابا جانا داریم غم نداریم. در هی چه خب بردیم این تصمیم. استهت المعركة بابا جان بیافته به من. خب بله پسر خانده من خفنم. بچه اگه این ویدیو به 10 تا نه بیشتر نه 20 تا لایک برسه بلیت رایگان بلیت میگیرم. بلیت اسمش بلیت طلایی بود میگیرم. چیز برمیداریم کمیسر آقای کمیسر شاهینو برمیداریم. بره فرشود خب دم سرویس. خب بین اون یارو میخواد اول به داداشمون میزنیم یا هم به میشه اسم یارو کریم آقا میزنیم. خب داری بدبخت میکنی من داری زمینگیر میکنی یارو رو. بزن دیگه بزن بکش یارو رو از بنابرا بیا بای چقدر پر که به یکی بزنه یارو رفته مرگ آباد. آهان آهان اینو بکش یه خرشوت بزنی یه خرشوت خدایا به چیز بگیره ها. این هوادو دارن نه یه کمیسه رو بزن. معلوم بهترین کارت جمع حاجی کارت اولش هم زدم ها کارت اولش. اوه. خب این دستم بردیم. اگه تایم بشه یه دست یا دو دسته دیگه بازی میکنم. آره مراد آقا با مراد آقا اوه افسون و سوزان بعدی اوشنگ فلش بنگ چینلی اکبر سوره یارو اکبر بیکاره. جدی اکبر بیکاره آقا تو این کسی نشده نکنید گروه مراد و زیر مراد رو دیدی
بزن زیرش. شو شاود چندی فکرم رقیب چیز میتونه باشه، رقیب زامبولی به همچرا این چاوش میتونه یارو رو بزن، ولی فکر کنم ناکن نمیتونه بزنه، چاو رو ناکن میزنه. یه دونه خداحافظ بچه ها رو میزنیم و یه دونه هم به چاو، یه دونه هم به شعبون خونخور. آقا شعبون گل بگم این دست رو ببازیم، حسم اینو میگه. الله بزن شاو آقا، زد زیره که الان یکی میره رو هوا. سه نه، عجب گوریل آبادیه. نه ولی کار درست کرد، نه کار درست کرد. ما کی رو بزنیم؟ من فکر کنم شندی بهتره، شندی بزنم بخوره به این دوتا شعبون و زامبولی. آره خدا جو به همین دوتا. به به نه خب الان ببین بردیم تقریبا. بله بردیم. الان من به اینو باد بزن و به این بزنم این مرده، بعد یه دونم چهار رو میفرستیم کمی چهار رو. آه نه شانس نگرفت. خوبه چهار رو زد. نه اون نه بوی زامبولی رو زنده میکنه. یا خلا نوکرتم میمیری. وای 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 خنجر به حبیب نشو. جیمز علی بردیم. یس آقا امیدوارم از این ویدیو خوشتون آمده باشه. لایک و کامنت و دنبال یا همون سابسکرایب فراموش نشه تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.